بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان ارجمند، خوش آمدید به درس نوبتی ما، درس سیوم. الحمدلله با فضل الله سبحانه و تعالی به همین رقم رسیدیم، درس سی. خب امیدوار هستیم که درس گذشته را شما خود از خود کردید و معلومات خود در شما استوار شید، چون که هر یک درس رابطه داره با درس آینده. در اینجا مشق دیم ده مؤلف چی میگه؟ املأ في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحلیته بال عند اللزوم. و اهمیت بتیم برادرها، همین کلمه هایی که بگیم جمله بندی هایی در نظرتون دشوار میتوه، بعضی وقت مؤلف پیش هر یک مشق می نویسه، ما باید ایرم خط کنیم، چقدر همیره بخونیم و بفهمیم که صاحب کتاب ما چی طلب میکنه، ما باید چی اجرا کنیم. نه اینکه امخ هوایکی خیمه معلومه که خیلی اینجا عین المدرس نوشتگی، یعنی باید همین کلمه را در همین جمله بنویسیم، پرش کنیم. درست نه که شما وقتی که طلب مؤلفه که فهمیدین، این اشاره چیه؟ اشاره به اون میکنه که شما در حقیقت آموزش زبان ده مشغول هستید، چون که شما میخواید یک چیز بفهمید و او را ترجمه کرده بتونید، اما خیلی هوایی بسیار فقط زیر چشم کنی این گفته مؤلفه و بخونی، خیلی نمیشه. باید شما همین گفته مؤلفه خشرو 10 بارم باشه، 20 بارم باشه بخونی، نه که بفهمی که شما چی طلب کردید. میگه در اینجا که جای خالیگی ها رو با نعتی که در زیر قوس جایگیر است پر کن. همین جای خالیگی رو ما باید همین نعت گیریم و جمله را پر کنیم. پس از اونه که همین نعت رو علاوه کنیم با الف لام اگر که لازم باشه. کی لازم میشه؟ ما بارها گفتیم که مثلا این یک جمله را میخونیم، این المدرس، این المدرس، ما باید همین مدرس را نعت بتیم، وصفش کنیم. با کدوم وصف؟ جدید. مادامی که منعوتی، ما از مدرس نامش چیه؟ منعوت. جدید چیه؟ نعت. همین کلمه‌ای که در زیر قوس میبینید همین را نعت میگن، همین همش نعت هستن. جدید، کبیر، قدیم، طویل. هر کلمه که پیش از نعت است او را میگن منعوت، وصف شونده. از مدرس ما وصف شونده، ما پرسیده استیم که مدرس نو کجاست؟ این المدرس، میگیم الجدید. این المدرس الجدید؟ این المدرس الجدید؟ خب کنی مدرس نو، همین کلمه الجدید چرا الف لام خوش کردیم؟ چون که منعوت ما الف لام داره. الف لام که نداشته باشه منعوت، پس نعت ما هم الف لام نمیگیره. مثل انا طالبون، باز میخونیم ان شاء الله. یعنی که انا طالبون نمیگیم القدیمو، میگیم انا طالبون قدیمون، چون که منعوت ما الف لام نداره. گمان میکنیم که قاعده را فهمیدیم. منعوت اگر الف لام داشته باشد، پس نعت او الف لام میگیره. اگر منعوت الف لام نداشته باشد، پس نعت او الف لام نمیگیره. این المدرس الجدید، اهمیت بده در زدن بعد از سین در حال در الف لام بزنیم. مدرسل. این المدرس الجدید، معلم نو کجاست؟ التاجر، قوس میبینیم کدام نعت؟ کلمه کبیر. التاجر الكبير في السوق. التاجر الكبير في السوق. الف لام داره، الف لام شمسیه. حرف تا گفتیم چی است؟ شمسی که هست الف لام نوشته بشه، خوانده نمیشه. ات میگیم، التاجر نمیگیم، التاجر. الف لام که داره یعنی نعت ما رو باید الف لام بگیره. التاجر الكبير في السوق. التاجر الكبير في السوق، سوداگر کلان در بازار است، بیزنسمنی کتر. سیم میگه انا طالب، این به مثالی که به الف لام منعوت اومده. انا طالب قدیم. انا طالب قدیم، تنوین میگیره. ببینه وقتی الف لام نداشته باشه طالبون میگیم، طالبون. پس نعت او را با تنوین ذکر میکنیم، قدیمون میگیم. انا طالب قدیم، من دانشجوی کهنه هستم یا که دانشجوی قدیم هستم. جلس الطالب، الطالب تا مثل حرف تا شمسی های، الف لام داره نکی شمسی های، برام که در حال در تا میزنیم، بعد از سین تا دا میگذاریم، میگیم جلست، جلس الطالب، جلس الطالب. خب در خاص چیه؟ کلمه جدید. چه است کلمه جدید؟ در اینجا پر میکنیم، میگیم جلس الطالب الجدید. جلس الطالب الجدید خلف محمد. جلس الطالب الجدید خلف محمد. دانشجوی نو در عاقب محمد نشست، از عاقب محمد نشست. دانشجوی نو از عاقب محمد نشست. پنجم، از کمترک پایانش کنیم. یکی از دانشجوها در کامنت نوشت که حرفا معده بده، من کمتر کلامش کردم، امیدوار هستم که حاضی خوبتر میتونه برای شما. پنجم میگه من الولد،
در قوس چیه؟ الطویل میگیم. طویل، کلمه طویل الف لام میدوزیم برای که الولد ال داره. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. چرا جدک منیل گفتیم؟ من الولد خونده میشه اساس، یکی جدکی گفتیم سکون است، من همیشه با سکونه و ال در جمع یک سکون دیگه. دو سکون که وا خوردن عرب ها همیشه کسره دادن برای آسان شود تلفظ کردن. یعنی نمیگن عرب ها من الولدو، بلکه ایره کسره میتن برای دو سکون وا خوردگی ایجا. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. وای پسرکی قد بلندی که حاضر از صنف برآمد کیست؟ وای پسرکی قد بلندی که حاضر از صنف برآمد کیست؟ ششم عمار ولد قصیر. ببینید اینجا ولدون شده، لکه ما چی داریم؟ منعوت ما به الف لام، یعنی نعت ما هم چی میشه؟ به الف لام ذکر میشه. میگیم عمار ولد قصیر، عمار ولد قصیر، یعنی همش تنوین داره. همه همین کلمه‌های ما در همین جمله تنوین داره. عمار ولد قصیر. عمار پسرکی قد پست است. عمار پسرکی قد پست است. و قبل از هفتم جمله خوندن یک تنبیه دیگه. خلف محمد، او همین جمله چهارم که خوندیم که جلس الطالب الجدید خلف محمد. خلف مضاف است، محمد مضاف الیه. برای که محمدین گفتیم برای که ظرف های مکان، قفا، پیش، طرف راست، طرف چپ، بالا، همه اینها مضاف میشوند. مضاف کشید مضاف الیه چی میگیره؟ کسره میگیره. خلف محمدین، قفای محمد، قفای خالد، خلف خالدین، قفای خانه، خلف بیتین، قفای مسجد، خلف مسجدین. فهمو؟ خب میخونیم. هفتم میگه فیصل، نام آدمای فیصل. فیصل طبیب، در قوس چه؟ شهیر. شهیرون به الف لام که هست طبیب، شهیرن به الف لام. فیصل طبیب شهیرون. فیصل طبیب شهیرون. فیصل طبیبی مشهور است. فیصل طبیبی مشهور است. لمن هذا السریر، یعنی السریر سین شمسیه های، الف لام شمسیه های، یعنی اس میگیم، السریر نمیگیم، السریر. برای اون الف لام که داشته باشه پس منعوت ما کلمه چیه؟ مکسور، الف لام میگیره. لمن هذا السریر المکسور. لمن هذا السریر المکسور. این بستر شکسته از آن کیست؟ السریر کراواتن بستر. این بستر شکسته از آن کیست؟ لمن هذا السریر المکسور. نهم هذا قلم بألف لام مكسور. هذا قلم مكسور. این قلم شکسته است. هذا قلم مكسور. قلم منعوت، مكسور نعت. دهم میگه کمتر بالا کنم. دهم أين السكين؟ السكين، سكين چی بود؟ کارد. أين السكين الحاد؟ أين السكين الحاد؟ أين السكين الحاد؟ کارد تیز کجاست؟ کارد تیز کجاست؟ السكين نعت منعوت، الحاد نعت. السكين منعوت، الحاد نعت. خب 11 شو میخونیم. لمن هذه السيارة؟ کلمه نگاه میکنیم. الجميلة. لمن هذه السيارة الجميلة؟ لمن هذه السيارة الجميلة؟ این ماشین زیبا از آن کیست؟ این ماشین زیبا از آن کیست؟ سیم ماشت میگه اقرأ، بخوان. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. الذي میگه دانشجویی که حاضر از صنف برآمد از اندونزیا هست. دانشجویی که، همین الذی اسمی موصولش میگن، یعنی ربط میکنه، میبنده جمله را، یک کلمه را به یک جمله میبنده. از همین اگر ما الذی را نخونیم گوش خراش میشه. حتی در تاجیکی همین الذی معنای چی را میده؟ در تاجیکی پیونده کی یا کی آن کی اوی کی، همین معنای الذی میده. یکی الذی همین پیونده کی مردانه های. ببینید که در تاجیکی زنه کی مرد کی میگیم فرق نداره. نه در عربی حتی همین کیش مردانه هسته با کی زنانه داره. در همین جا همش مردانه های. الطالب الذی، آن دانشجویی که خرج من الفصل الان حاضر از صنف برآمد از اندونزیا هست. من اندونزیا. الطالب الذي خرج من الفصل الان من اندونزیا، یعنی او آن زنی که اگر گفتنی باشیم چی میگیم؟ التی. آن مرده که الذی.
ببینید عربا حتی در اسم موصول زنانه و مردانه دارن. خب الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتابی که در بالای میز است از آن مدرس است. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، لی لام حرف جر، لامی تملیک گفته بودیم که از آن مدرس، اینم حرف جره. للمدرس از آن مدرس است. چه بگیم از آن من است؟ گفتیم که جانشین ها چند تا بود؟ سه تا. یا متکلم است، یا مخاطب است، یا غایب. چه بگیم همین جمله را هم خیلی کنیم که در متکلم استفاده کنیمش، در مخاطب و در غایب. آسانه میگیم که از آن ما چه؟ لی. از آن مایان لنا. برای شما یک کاری خونگی، ما شما را جانشین ها را قطعا همین حرف لام میگم، شما خودتون همین جمله بندی کنه، همین جمله را جمله بندی کنه. اینه که جای لیل مدرسی که هست در اینجا جانشین های یک کما بمونه، یعنی متکلم، بعد غایب، بعد مخاطب. از آن من چی بوده است؟ لی. از آن مایان لنا. از آن تو لک. از آن تو زن لکی. از آن شما مردها لکم. از آن شما زنها لکن. میگذاریم با غایب. از آن او مرد لهو. از آن او زن لها. از آن آنها مردها لهم. از آن آنها زنها لهن. از برای مثال باز ببینید در اینجا گفتگی که الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتابی که در بالای میز است از آن مدرس است. چه بگیم از آن من است؟ میگیم الکتاب الذی علی المکتب لی، کتابی که در بالای میز است از آن من است. لی حرف لام و حرف یا خوش میکنیم. کتابی که در بالای میز است از آن مایان هست. چه بگیم؟ الکتاب الذی علی المکتب لنا. دیگرش شما بکنید، یعنی متکلم شما علاقه گفتم، شما در متکلم شه گفتم، شما خطابو غایب شه اجرا کنه و در کامنت بنویسه کسی که فعاله انشالله می نویسه اجرا میکنه. سیوم میگه لمن هذا القلم الجمیل الذي على المكتب. لمن هذا القلم الجمیل الذي على المكتب، قلم زیبایی که بر بالای میز است از آن کیست؟ این قلم زیبایی که در بالای میز است از آن کیست؟ لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير، خانه کلانی که در وی کوچه هست از آن وزیر است. پنجم السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور، بستری که در اتاق خالد است شکسته است. بستری که در اتاق خالد جایگیر است شکسته است. خب چرا در اینجا ما نگفته فی غرفتین؟ ما گفته بودیم که وقتی که یک کلمه اگر الف لام نداشته باشه حتما تنوین میگیره. مثلا غرفتین باید شود اینجا، برای که حرف جر که در اومد این الف لام نداره غرفه، چرا کسره نگرفت؟ انا گفتم که هر کسی که قاعده مضاف الیه خود میکنه میدونه همیره برای چی اینجا کسره یک تا کسره میگیره و تنوین نمیگیره، چون که غرفه هازی مضافه. ما قاعده را گفته بودیم بارها که مضاف کشی مضاف هیچ وقت تنوین نمیگیره. مضاف الف لام نداره و تنوین هم نمیگیره. نادرسته بگیم فی غرفتین خالدین، بلکه میگیم فی غرفتی، برای که مضاف شد همین کلمه غرفه. بله کسره گرفت به سبب حرف جر، نه که خودش مضاف که هسته کسره چی نمیگیره؟ کسره تنوین نمیگیره. تنوین میگیم فی غرفتی، غرفت مضاف، خالدین مضاف الیه. السریر الذی فی غرفت خالدین مکسور. امیدوار هستم که انشاءالله فهمیدین. خب در چهارکنجه میگه که بیتون جدیدون. بیتون میشه منعوت وصل شونده، جدیدون خانه نو، یعنی بیتون جدیدون خانه نو. بیتون میشه منعوت، جدیدون میشه نعت. منعوت وصل شونده، نعت صفت. الکلمات الجدیده، کلمه های نو، و به همه خاتمه میرسونیم درسمون انشاءالله. المکتبه کتابخانه، الان حاضر، المروحه شماتیک یا که کولور یا که کانسانر، المستوصف درمانگاه یا که پلیکلینیک، المدرسه الثانویه مکتب میانه، الوزیر وزیر، شهیر مشهور، حاد تیز. خب امیدوار هستم که درس برای شما بیان است. اگر یگان مشکلی شد در کامنت سوال بکنه، بگذار الله سبحانه و تعالی برای همه ما یک و یک علم نافع و اخلاص کامل نصیب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.